همه دوستای گلم. شهر دور قصه تازه از دلهای شکسته است. دنیایی از رازها و تصمیمهای دردناک. اینجا شهر دور، جایی که هر قسمتش قلبمون رو میلرزونه. اگر آماده اید بریم سراغ قسمت 22 و تمام اتفاقات شوکه کنندش. حالا شاهد بارداری مینه هستیم. بعد از این در شهر دور اتفاقات خیلی بد و غیر منتظره‌ای در انتظار ماست. جیهان برای اینکه نگرانی‌های آلیا درباره مادرش فکریه رو برطرف کنه به طور مخفیانه تحقیق میکنه و متوجه میشه فکریه در گذشته به زندان افتاده بوده. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید. فکریه که برای امنیت دخترش دست به خونریزی زده حالا بعد از سالها از آلیا طلب بخشش میکنه. آلیا اما زیر بار سنگینی این واقعیت دچار بحران میشه. با این حال جیهان با تمام محبتش از اون حمایت میکنه. با وجود این آلیا نمیتونه به راحتی به مادرش اعتماد کنه و فکریه رو در شرایطی میبینه که اعتمادش بیشتر سلب میشه. بعد از اینکه فکریه درمانش تموم میشه میره از بیمارستان مستقیم به سمت زندان تا هالیس رو ببینه. آلیا که متوجه میشه دنبالش میره. توی راه توی زندان فکریه عکسایی از بوران و آلیا همچنین عکس خودش و هالیس رو جلوش میذاره و ازش چند سوال میپرسه. هالیس هم همه چیزو انکار میکنه ولی اینجا بود که فکریه میفهمه که هالیس مقصر مرگ بورانه. به نظر شما آیا کار مادر آلیا درست بوده؟ نظرتون رو برامون کامنت کنید. از طرفی دمیر با نفرت و خشم درونیش مواجه میشه و زرین هم شاهد این لحظاته. زرین برای اولین بار زخمای قلب دمیر رو میبینه و میفهمه که دردهاشون چقدر به هم شبیهن. اسکان برای اینکه از طلاق با ناره جلوگیری کنه با دمیر متحد میشه. وقتی شاهین از این ماجرا خبردار میشه در مقابل دمیر میایسته و ناره هم در این مسیر با اون همراه میشه. اسکان برای نگه داشتن ناره دست به هر کاری میزنه و ناره رو به بنبست میکشونه. ناره که دیگه تحمل فشارها و محدودیت‌های اسکان رو نداره تصمیمی میگیره که تاوانش رو خودش بده. اسکان و ناره برای طلاق راهی دادگاه میشن اما جلوی دادگاه ماجرا کاملا یه شکل دیگه میگیره. چون اسکان اصلا نمیخواد طلاق بگیره. از اون طرف شاهین اصرار داره که اسکان از ناره جدا بشه و فشار زیادی بهش میاره. اما وقتی اسکان کاری میکنه که هیچ کس انتظارش رو نداره و از طرفی با شهادت مادر ناره همه چیز به نفع اسکان میشه. شاهین از شدت عصبانیت از کوره در میره و جلوی دادگاه یه صحنه جنجالی رقم میخوره. شاهین اسلحه رو میذاره روی شقیقه اسکان. پلیس ها که به صحنه میرسن بهش هشدار میدن که اگر اسلحه رو پایین نیاره مجبورن شلیک کنن. تو اوج این تنش و درگیری ناره برای اینکه جلوی زخمی شدن شاهین رو بگیره به خودش شلیک میکنه و این مهمترین اتفاق قسمت جدیده. اینکه ناره زنده میمونه یا نه رو برام کامنت کنید و حالا تصاویری اختصاصی از این لحظات پرهیجان رو ببینید. و اما آیا ناره خواهد مرد؟ عواقب این حادثه چه خواهد بود؟ تمامی این سوالات و بیشترش در قسمت بعدی مشخص خواهد شد. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. ممنونم ازتون که تا این لحظه از ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم هر جا که هستید در پناه ایزد منان باشید. بدرود تا روز دیگر.